عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در پنجشنبه بازار زیباکنار. امروز پنجشنبه 28 تیر ماه و ساعت حدود 11:30 ظهره. این ولاگ در ادامه ولاگ رانندگی از آستانه اشرفیه به خشک بیجار، پنجشنبه بازار خشک بیجار و رانندگی از جاده خشک بیجار به زیباکنار گرفته شده. در صورت علاقه به این ولاگ ها میتونید اونها رو هم در کانال ما پیدا کنید. زیباکنار از توابع پشت نشای شهرستان رشته. این روستا در همسایگی شهرهای کیاشهر، انزلی، لشت‌نشا، خشک بیجار و در مسیر جاده چمخانه به انزلی قرار دارد. به دلیل مجاورت این روستا با دریا از نظر گردشگری بسیار اهمیت دارد. مرکز مخابراتی صدا و سیما پیش از ساخته شدن برج میلاد بلندترین سازه کشور در زیباکنار بود. الان با طول 365 متر دومین محسوب میشه. بازار هفتگی در این شهر در کنار رودخانه اوشمک برگزار میشه. با توجه به وسعت کم روستا، برگزاری همزمان با بازار خشک بیجار، این بازار با این حجم کاملا عادیه. البته خلوتی بازار هم به خاطر گرمی هوا در نزدیکی ظهر، همچنین سوم امام به گفته بازاریاست که در روزهای عادی کمی شلوغ‌تر برگزار میشه. قبلا در کانال ولاگ های از گردش در شهرهای اطراف مثل کیاشهر، خشک بیجار و لشت‌نشا و انزلی رو در کانال قرار دادیم که اگر به اونها علاقه دارید لینک پلیلیستشون رو در قسمت توضیحات این ویدیو براتون قرار دادیم. اگر به دیدن زیبایی های استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنید. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. Go.